عرض سلام خدمت تمام بیننده های عزیز. امیدوارم جور صحتمند سر حال باشین. هر جای دنیا هستین از گزند روزگار در امان باشید. امروز یک کاکا را دیدیم که گاو و خر قلبه مونه. ببینیم که چی رقم قلبه مونه و چی چیز داره با خود. تا آخر ویدیو را با ما همراه باشین. امیدوارم از ویدیو خوشتان بیاید دوستان عزیز. چطور باور کنم رفتن تو رما بخورم تا بدر بند تو رما علی بخورم تا بدر بند تو رما پیش از رفته برای آخرین بار بیا بغل کنم گردن تو رما علی بیا بغل کنم گردن تو رما سالی پرمشون روزای اول کی بودیم جرا جرا بینی شبتل علی کی بودیم جرا جرا بینی شبتل ای امو غیدی کی باد میزدم موی تو مخوردک دباله کو موی تو سلسل علی مخوردک دباله کو موی تو سلسل کاکا سلام علیکم. چطورت خوبت؟ سیاچم خوبه. اسم مبارک شما چیزه؟ سید حسین آقا. سید حسین آقا. از کدام قریه لال هستی؟ منجو. خب چند ساله ای خود تو؟ 40 سال. 40 ساله؟ خب امی قصد تای امی قصد داری قلبه کده همیشه که گاو خر ایسا قلبه کده یا تراکتور ایسا هم قلبه کده که چی؟ که از این قلبه خری چند سره تا بگاره تای خاک میکنی؟ روز نیم سر. روز نیم سر؟ خب باش که تراکتور قلبه نمونی؟ نمیرسه زور نمیرسه. خب وضعیت اقتصادی خوب نیه دیگه؟ خراب آره بخیلی. خب اینجا گندم کشت منی؟ گندم. خب خوبه والا. اینجا دیگه اینجا میگرم خب زیادتر قلبه خری از تراکتور کده که گاو خر کله اینجا قلبه مونه. سادی مردم ضعیفه دیگه. مقصد زور تکتر نمیرسه. خب خود از قریه منجو گفته هستی؟ خب منجو چند خانه هست؟ منجو می جای از ما یک 30 خانه هستی. 30 خانه. خب یعنی یک دوست گرفته چیز مگه یوق؟ کنده. او نو چوبی که بله اردو گردنش پرته کده او یوق میشه؟ خب شلاقی بیا از او که نزنی دیگه شاید کش نکنن نه؟ ما قلبی تونم در نظرتون؟ این تخم زده؟ یک سره که ما ببورم خراب شد؟ ای کمک کلمیل نشه از پیش من. خب؟ این زمین ده چند سر تخم روه؟ 6 سر تخم باره؟ روز نیم سر 5-6 روز که تو دایم زمین میزنیدی؟ خب در یک کنیم ما 15 سر تخم. گندم ده سر چنده اینجی؟ سر 200 تیر ماه ها باز شما وقتی کشت شما میرسه قیمت میشه یا ارزو؟ کشت که خوب باشه ارزو میشه. خب سال که کشت خوب باشه ارزو میشه؟ پارسال قیمت چه داد؟ 120 بود گندم. خب پارسال چند بود؟ 200 سر. پارسال 200 سر بود؟ خب 200 روپیه.
هر سالی که کشت خوب نشه بیز قیمت دیگه. یا اون جخر دیگه هم تایلو بسته کده و هم استیه روزی دی سیدن آخر لفته دیگه هم قیامته. الان مغر خیلی تو بار پر کدیمی تو خلاصه. لذی الاف قیمتی الاف قیمت آرزو. این سال گذشته که حالا هم قیمت بود. خب سال باریش نبود نه لابد نکشت. سال دیگه الاف قیمت بده. منجو چی رقم کمی هاو که نمیکشید؟ والا چند سال خوشگلی میکشید. دم چند سال اخیر خوشگلی میکشید؟ دو آخرها خیلی خوشگلی میکشید یا نه؟ تشکر آقا صاحب ببخشید که مزاحم شدم ما رفتم. یک کدام کار ماری. تشکر سلامت باشید. طرفای از ما چیزگار نداری؟ تشکر. بخیر باشید. خداحافظ شما آقا صاحب. الحمدلله بخیر بارید. بینندگان عزیز تشکر از این که تا اینجای ویدیو رو با ما همراه بودین. امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه. ما را با لایک، کامنت، فالو و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما از ما حمایت کنید که ما برای شما ویدیوهای بیشتر و بهتری نشر نماییم. تا ویدیوهای بعدی ما منتظر ما باشین. خدا حافظ و نگهدار شما بیننده های